درود بر شما. من اومدم، شهریور داره کم کم تموم میشه. من اومدم با استیکر پاییزیام همین حاشیه خوشگل درست کنم بر دفترم. دیروز 2 دختر دهمی اومده بودن. نازم، من دوستشون دارم. ناز، خوشگل، نایس. الانم که دیگه حجاب اینا ندارن، موهای خوشگل، لباسای خوشگل، یکیشون سفید پوشیده بود یکیشون صورتی. بعد پر شور و حال جوونی، ولی خب معمولا جاهای چیزی که میرن، ناشناخته که میرن، ساکتن. شخصیتشون تو جاهای عمومیه و شیطنتشون رو قایم میکنن. بعد من زدم براشون، توضیح دادم که حالا چیکار بکنین چیکار نکنین. آخر سرش مامانشون با مامان یکیشون اومده بودن، یه نفس راحتی کشید، گفت آخیش. گفتم چی شد؟ گفت اینا 10 روزه مدام دارن به هم زنگ میزنن که بریم بزنیم، نریم بزنیم، فلانی رفت اینجوری شد، اون یکی رفت دستش ورم کرد، این یکی رفت 3 روز تب کرد، وای نریم، وای اگه بزنیم چی میشه، وای اگه نزنیم چی میشه، اصلا واکسن گفتن بده. میگفت صبح زنگ میزدن به هم، شب زنگ میزدن به هم، صبح زنگ میزدن برنامه میریختن که بیان، شب زنگ میزدن برنامه میریختن که کنسلش کن. خلاصه که اینا 2 هفته درگیرن تا بیان یه واکسنی رو بزنن و برن. میدونید این قضیه تو همه جنبه‌های زندگی ما تکرار میشه. همیشه ترس انجام یک کاری از خود اون کار خیلی بزرگتره. ترسش ها یه جوری تو دل آدمو خالی میکنه که شاید اگه بری انجامش بدی انقدر دلتو نلرزونه، اصلا خودت خندت بگیره. چی بود مگه این همه عد و اصول من برای چی بود؟ شاخ قول که نبود که یه چیز کوچه. هر کاری وقتی شما دارین در موردش فکر میکنین هنوز انجامش ندادین، خیلی بزرگه. وای تمام ریز جزئیاتش رو تو ذهنش آدم بررسی میکنه. چی بپوشم برم، اول که رفتم کدوم اتاق برم، چجوری پیدا بکنم، به مسئوله چی بگم، وای اگه اون اونجوری برخورد کرد من چی بگم، اگه این اینجوری گفت من چی بگم، اگه فلان شد بعدش چی. وای بعد ذهن آدم میکشونه تا جای سیاه تاریکی که اصلا همون چیز آخرش یا تو ذهن دعوا میشه یا شکایت کشی میشه. انقدر من میخندیدم از این حرفایی که میزدن. و مثلا یکیشون که تموم شد کارش میگفت وای ماما این خانومه که خیلی مهربونه. گفتم خود چی فرض کردی؟ مثلا فرض کردی ما قبولیم؟ میدونی منظورم اینه که همیشه قبل از انجام کار، پروسه انجام کار برای آدم خیلی بزرگه. همه این ذهنام شبیه همه ها، یه ذره بالا پایین داره ولی اکثریت شبیه همه. خیلی بزرگ میکنه ماجرا رو برای آدم، خیلی گندش میکنه، انقدری که بعضی موقع اصلا صرف نظر میکنی از انجامش. میگن میشه نزنیم چی میشه؟ بابا تو تا اینجا اومدی، تصمیم تو گرفتی، در موردش خوندی، تحقیق تو کردی، این کاریه که میخواستی انجام بدی برات بهتره. حالا هرچی ها، برو انجامش بده و سلام. اینقدر تو ذهنت به همش نزن، بزرگش نکن، یه لحظه است، برو انجام بده، تموشه بره. هر چی که هست، هر کاری که هست.